محبوب ترین یوتیوبرهای ماینکرافت ایران کیان؟ از بین این همه یوتیوبرهای ماینکرافت ایران 4 تا از محبوب تریناشون رو لیست کردم. خب اول از همه طوری که همتون حد زدین آقا پیمان یعنی تیمساره. اون با ویدیوهای سری ماینکرافت هاردکور و بیلدهای خارق العاده با سبک ادیت و ارتباط خاص با ویورها تونسته لقب محبوب ترین یوتیوبر ماینکرافت ایران رو به دست بیاره. تیمسار با روحیه تازه و فان به بیننده‌هاش وایب شادی رو میده. اما در رده دوم اون لایک رو بکوب تا بهت بگم. بله درست حد زدی. رسول کرافت بعد از مدت تقریبا 2 سال که اولاش با ویدیوهای سروایول و چالش رشد چندانی نداشت، ولی بعداً با ویدیو شورت های آموزشی و سرگرمی تونسته جزو محبوب ترین یوتیوبرهای ماینکرافت ایران بشه. بعد از رسول کرافت در رتبه سوم ما آقا حسین یا همون زولبیا رو داریم که از نظر من باید مقام اول رو می‌داشت. اون با سبک ادیت منحصر به فرد شورت ویدیوهاش سریع‌ترین صدکایی شدن تاریخ یوتیوب ایران و رابطه خیلی فان با ویوراش داره. آقا حسین اگه داری این ویدیو رو می‌بینی بدون که همه عاشقتی. و اما رتبه چهارم من که نتونستم بین مدنتو و مارتین کرافت و عرفان تاکسیک انتخاب کنم. مدن خیلی ویدیو شورت های خاص میذاره. مارتین کرافت هم که بچگی هامون ساخته و از اون ورم آقا عرفان رو داریم که واقعا خیلی خفن. شما نظرتون رو تو کامنت ها بنویسین و منم حساب کنین که شاید جزء این محبوب ها بشه.